خبرهای داغ روز. واکنش یک مقام ارشد سپاه به احتمال پاسخ به حملات موشکی ایران. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد: ما عده‌ای کثیری از بهترین عزیزانمان را در کرمان از دست دادیم که تعداد آنها نزدیک به 90 نفر بود، اما اگر 900 نفر یا 9000 نفر و یا 9 میلیون نفر هم از تروریست‌ها کشته شوند، باز هم جای این عزیزان ما را نخواهد گرفت. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حملات سپاه به مقر تروریست‌های داعش و موساد، گفت: انتقام سخت، اخراج و ازاله آمریکا از منطقه است و انتقام سخت صرفاً با موشک به دست نمی‌آید. وی افزود: ما عده‌ای کثیری از بهترین عزیزانمان را در کرمان از دست دادیم که تعداد آنها نزدیک به 90 نفر بود، اما اگر 900 نفر یا 9000 نفر و یا 9 میلیون نفر هم از تروریست‌ها کشته شوند، باز هم جای این عزیزان ما را نخواهد گرفت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید از منطقه اخراج شوند، زیرا تا زمانی که آمریکایی‌ها در منطقه هستند، شر آنها بر منطقه حاکم است. سردار حاجی‌زاده اظهار کرد: انتقام سخت در واقع مسلط شدن و بازگشت فلسطین به مردم فلسطین است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به این سوالی که فکر آن را کرده اید که دشمن چه واکنشی در برابر شما نشان خواهد داد، گفت: هر غلطی می‌خواهند بکنند، چون هیچ مشکلی نیست و اهمیتی هم ندارد، زیرا مشت ما پر است.